سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به تمرین روز 14 چالشمون. امروز میخوایم یکم تمرین کاردیو کنیم، هوازی، بپر. البته همیشه میدونید که آپشن اینو هست که حرکت رو پرشی انجام ندید و غیر پرشی انجام بدید. من برم 4 تا حرکت رو توضیح بدم و بریم برای بعدش گرم کردن. حرکت اول از همه بگم همه حرکت ها حالت پرشی داره. حالت غیر پرشیش هم میگم که اگه خواستید، حالا مشکل زانو اگه دارید یا به هر دلیلی نمیخواین خیلی بپرید، میتونید غیر پرشیش رو بریم. ولی خب یکم میدونید دیگه هدف تمرین امروزمون اینه که ضربان قلبمون بره بالا. پس جوری سرعتتون رو هم بسته به توانایی بدنتون جوری برید که در واقع ضربان قلبتون هم بره بالا. خب حرکت اول روی مت، پا اندازه عرض لگنه، بیشتر نیست. میخوایم بریم اسکوات. من باید اینو تند انجام بدم. برمیگردید میرید تو اسکوات پا باز. دوباره بسته باز، بسته باز، به این صورت. حالا غیر پرشی چجوریه؟ اسکوات. حالا اولش مثلا یه بار که میریم بالا بریم سمت راست، وسط، سمت چپ، وسط، سمت راست. خب این پس میشه حرکت اول. حرکت دوم برپیه، قبلا هم داشتیم. خب برپی هم خیلی جورای مختلف داره. الان خیلی حالت شاید مودیفای شده شو بخوام بگم که متوسط باشه، اینه که شما وایستادین، دست رو میرین میذارین زمین، خیلی دور از خودتون نذارین. میتونین اینجا پا رو پرت کنین عقب، پرت کنین جلو، بیاین بالا، یا دست رو میذارید یکی یکی پا عقب، پا جلو، بالا. همین حرکت دوم بود. حرکت سوم، پا 2 برابر عرض لگن بازه یا حالا یه کمی کمتر بیشتر. دست راست میره به سمت پای چپ، میچرخه قشنگ بالاتره، میای بالا، یه پرشی که پا بسته مثل پروانه، پای پروانه. دوباره دست راست، پای چپ، اینجوری. حالا غیر پرشی میری و ادامه. پس پا رو میتونی به این صورت باز و بسته کنی و نپری. و حرکت آخر که همیشه یه پلنکی چیزی بالاخره باید باشه، پلنک جکه. اینا 2 جور میتونین برین، یا روی دست برین یا روی ساعد. اگه بخواین روی دست برین، دست زیر سرشون است، روی پنجه پا، بدن صاف، پا باز و بسته میشه، ولی بدن دیگه بالا و اینا دیگه نمیره دیگه، مثل خود پلنک قشنگ این وسط اینو میرین. حالا خود همینو میتونی اینجوری بری، یه پا تپ، یا میتونی اگه خیلی مثلا مچت درد میگیره و اینا، میتونی روی ساعد بری، پلنکی که روی ساعده رو اینجوری بری یا اینجوری بری. خب آپشن زیاده. خلاصه خیلی گرم کردن خیلی خاصی نمیخوایم، یه ذره واسه همون ضربان قلب ببریم بالا. اولین حرکت بریم واسه مارچ. دست و پای مخالف میاد بالا، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 برو نبسته. خب بریم واسه یکم، اگه طناب داری خود طناب، اگه نداری طناب فرضی بزنیم. 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 برو یه بار دیگه. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 5 4 3 2 1.
حالا برای اینکه یکم هم چون یه حرکت پلانکی داریم برای اون گرم کنیم، برو توی پلانک، دست زیر سرشونه، گردن در راستای ستون فقرات، لگن رو بده بالا. میتونی زانو رو خم کنی که قشنگ بتونی لگن رو بدی بالا. دستتو هل بده رو زمین، برگرد تو پلانک. 1 2 دم، برو سگ سر پایین. 3 4 یکی دیگه. 5 پشت پاتم اینجا میتونی بکشی. عالی. خب بریم برای حرکت اول و تایمر رو من بزنم. خب این اوت سکوات، یا پرشی یا غیر پرشی. حاضر؟ من یکم فکر کنم احتیاجه که اینو ببندم. 3 2 1 سکوات، باز، بسته. میگم این یکم پیشرفته تر. اگه میخوای وسط رو برو، بیا بالا، پا سمت راست برو، وسط، پا سمت چپ. خواهی برم ببینی؟ وسط، راست، وسط، چپ. باریکلا. بریم دوباره واسه یه پرش. تمام. زانو درد اینا نپره برای این حرکت. آماده واسه برپی. یا میتونی اینجا پاتو پرس کنی عقب، یا یکی یکی عقب و جلو بذاری. برو بریم عقب جلو. وایسی. خب همین کلی اگه با سرعت یکم بالا بری، کلی ضربان قلب رو میبره بالا. ترکیبی هم میشه رفت. هر بار که میری پایین دستت زیر سرشونه، جلو نذار خیلی. باریکلا. تموم شد، خدا رو شکر. خب کراس اند هاپ. پا دوباره بر عرض لگن باز، میریم پایین، اینجوری برمیگردی. خب 3 2 1 برو. دم، بازدم. من اینجوری با صدا در واقع نفسامو میرم، دلیل داره. اولا که خب کلا وقتی که میخوای نفستو بدی بیرون خیلی اینجوری آگاه تری، و اینکه بتونم یاد بدم که چجوری نفس بکشید که هی نفستون رو حبس نکنید در واقع. آخه برو. تمام. پلانک جک مونده فقط که 4 تا آپشن دادم. 2 تا آپشن روی کف دسته، 2 تا آپشن روی ساعد. 3 2 1. این یه آپشنه. همین رو میتونی یکی یکی پا رو بری. یا میتونی همین 2 تا رو روی آرنج هم انتخاب کنی که بری. بدنت بالا نره، شکم منقبض، دم و بازدم. هر جا خسته شدی میتونی تغییرش بدی به اون یکی ورژن.
تمام. و اینم از راوند اول. یه استراحت 1 دقیقه‌ای داریم و بریم برای راوند دوم. آماده شید؟ 3 برو بریم. جوری میتونی بری راست، وسط، چپ، وسط، راست، وسط، چپ. باریکلا. عالیه. ادامه بده، ادامه بده. تو میتونی. باریکلا. تمام. بریم برپی. یک کمی آب بخورم. گلوم خوش شد. در حد گلوتر کنندگی. 3 2 1 برو بریم. میخوام یکی رو اینجوری برم، ولی میتونی یکی یکی بری ها. بقیه‌اش میخوام یکی یکی برم. از شما چه پنون. واقعا کمبود خواب تاثیر میذاره توانایی بدن خیلی. تمام. دم عمیق، بازدم عمیق. اینجا ضربان قلبت بالاه. اینجوری هم خیلی کمک میکنه بازدم اینجوری. آماده؟ برو. چپ، راست، با سرعت خودت. چون اگه پا رو یکی یکی باز و بسته میکنی، خب یکم خود به خود سرعتت کمتر میشه دیگه و هیچ اشکالی نداره. بازی ادامه داره. باریکلا. تمومه. 5 تموم نیست، یعنی منظورم اینه که داره تموم میشه. حالا تمومه. و میریم واسه آخرین حرکت. دیگه توانتو بذار تموم میشه. باریکلا. دم، اینجوری هم خوبه. برو تو فلنک. برو جانمونی. بدو. سرتون انداز پایین. دست زیر سرشونه. یه پا راست یه پا چپ هم دیگه میدونی که میتونی بری. اینجوری تون برو که قشنگ خسته شی. اینجوری هم میشه. روی ساعدم میشه. همه چی میشه. فقط برو.
3. تمام. واقعا یک کف مرتب برای حضار محترم. آفرین. بریم یه 2-3 تا کششی. اینو یادت باشه. خب پا رو بیار جلو، صاف. پای راست رو ببر بذار داخل ران پای چپ. اینجوری قشنگ ببینی. تا جایی که میتونی بیارش بالای بالا. حالا از لگن خم شو. یعنی کلا وقت خم میشی قفسه سینت رو باز نگه دار، اینجوری نشی. فعلا نمیخوام، به اونم میرسیم. اگه میتونی اینو که انگشتای پاتو بگیر، اگه نمیرسه مچ پاتو بگیر، ولی زانوتو خم نکن تا پشت پات قشنگ کشش داشته باشی. شما فکر کنم موکا رو نمیبینین، اینجا خوابیده داره من نگاه میکنه، خیلی بامزه شده. پاتو فلکس کن، پنجه پا رو بکش به سمت خودت. حتی اگه دستت هم نمیرسه، دست رو مچته، پنجه رو بکش به سمت خودت. کشش پشت پا رو بیشتر میکنی. اگه میتونی بیشتر بری پایین برو. من خیلی در این زمینه ضعیفم توی فلکسیبیلیتی، ولی میخوام پشتت صاف باشه. عالی. برگرد. بریم برای پای مخالف. این عرق ریزون و پشم ریزون بود فکر کنم. آخیش. پشت پا رو قشنگ بکش. دم و بازدم. نفس رو حبس نکن. واقعا حرکاتش خنده تو. آخیش. همینو برو دراز بکش به پشت. آخیش. هر دو زانو رو بکش تو شکم. اگر مشکل زانو نداری دور زانو، اگر داری زیر زانو رو بگیر، دستتو قفل کن. آخیش. یه ذره برو راست و چپ. این پایین کمرت یه ذره ماساژ بده. ایوا عزیزم چی کار میکنی؟ خب حالا 2 تا پا رو، کف پا رو بذار زمین. هر دو زانو بره سمت راست. خب یکم برو اون ور پسر جان. پای چپ رو بذار جلوی پای راست. اینجوری. اینجا بود دیگه. اینو میاری میذاری اینجا. حالا اول چک کن شونه چپت خیلی قشنگ به زمین نزدیکش کن. بعد با دست راستت زانوی چپتو سعی کن که به زمین نزدیک کنی. هل بدی به زمین. اگه بالا اشکال نداره، فقط دستتو بذار روش. هلش بده تا جایی که برای بدن خودت امکان پذیره به سمت راست و سرت رو هم ببر سمت چپ، سمت مخالف پاهات و توی کمرت قشنگ و همچنین حالا یه مقدار بالای باسن کلن پشتت کشش داری. قشنگ شونه چپت رو بذار رو زمین. دم و بازدم. آروم برگرد. من میرم بالاتر. 2 تا زانوتو ببر سمت چپ. زانوی راست رو ببر جلوی پای راست رو ببر جلوی زانوی چپ.
آخش، برگرد خودت به سمت راست و سعی کن زانوی راست تو به زمین نزدیک کن. شونت نمیخوام بلند باشه، یعنی جدا باشه از زمین. این ورم انگار خشک‌تر بود. عالی. آروم برگرد. آروم آروم. 2 تا زانو رو بکش تو شکم. خسته نباشی. و پایان روز 14 داریم به وسط‌های چالش میرسیم. خسته نباشید. روز و شب همگی خوش و فردا در روز 15 میبینمتون. خدافظ.